دو و یک و 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 دو و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و دو و یک 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 و دو و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و دو و یک و دو و یک و دو. خب دوستان، با یه درس دیگه از کتاب شیوه سنتور نوازی با هم همراه هستیم. درس 46 بارون بارونه. این درس 2-4 میدونید که باید بشماریم 1 و 2 و یعنی اینکه در هر میزان یا 2 تا سیاه داریم یا 4 تا چنگ داریم که باید بشماریم 1 و 2 و اگر چنگ بود هر چنگ یک شماره. چنگ اولی میشه 1، چنگ دومی میشه و، چنگ سوم میشه 2 و چنگ چهارمی میشه و. اینجایی که دولا چنگ به چنگ نقطه داره ما این دوتا رو با هم باید یک شماره بشماریم، یعنی میشماریم فا دو دو میره 1 1 و 2 و این میشه 2 و 1 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و دیم دام دیم دام دادام دام دیم دام دیم دام دادام دام فا ره 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 دو ره دو ره دو 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 1 و 1 و 2 و 1 و 2 و پس شد 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2. 2 نقطه داره. تکرار از اول. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 1 و 2 و 1 و 2 1 و 2 و 1 و 2 و دادام دام. مثل زینت هم اینجا رو میتونیم اجرا کنیم. 1 و 2 و 1 و 2 و دادام دادام دام. یه ذره کنتر از زینت. 1 و 2 و 1 و 2 و دادام دام. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و دیم دام دیم دام دادام دام دیم دام دیم دام دادام دام. قسمت‌هایی که به این شکل مشخص کرده موقعی که تکرار می‌کنیم تو مرتبه اول این قسمتی که 1 نوشته یا به اصطلاح ولت 1
رو اجرا میکنیم و بعد از اینکه یک بار تکرار کردیم مجدد به جای اینکه این دفعه ولت 1 رو اجرا کنیم میریم ولت 2 رو اجرا میکنیم.